شرکت هواپیمایی سومون ایر پروازها را از دوشنبه به فرودگاه ونوکوو شهر مسکو راه اندازی می نماید. خدمات مطبوعات یگانه شرکت هواپیمایی فعال تاجیکستان روز 13 مای سال 2022 خبر داد که شروع از 16 مای هر روزه یک پرواز در مسیر دوشنبه مسکو به فرودگاه ونوکوو و یک پرواز دیگر از دوشنبه به فرودگاه دمدیدوو انجام داده می شوند. قبلا هر دو پرواز خطسیر دوشنبه مسکو به فرودگاه دمدیدوو صورت می گرفت. طبق جدول پرواز خطسیر SZ 333 از دوشنبه ساعت 08:00 دقیقه به وقت محلی پرواز نموده ساعت 2:25 دقیقه با وقت مسکو در فرودگاه ونوکوو فرود می آید و در سمت برگشت ساعت پرواز از ونوکوو 11:45 دقیقه و فرود در دوشنبه 17:35 دقیقه به وقت محلی مقرر شده است. وقت پرواز خطسیر دوشنبه مسکو دمدیدوو و دوشنبه همان و بی تغییر باقی میماند. پروازها در هواپیمای بوئینگ 737-800 انجام داده می شود. معلومات بیشتر و چپته های پرواز در سامانه شرکت، خزینه های چپته فروشی و مرکز معلومات دهی و چپته فروشی شرکت دسترس می باشد. در سامانه رسمی سامون ایر نرخ چپته پرواز از دوشنبه تا مسکو 367 یورو یا حدود 4800 سامانی و از مسکو به دوشنبه قریب 3 مرتبه ارزانتر 130 یورو نزدیک به 1170 سامانی نشان داده شده است. شرکت هواپیمایی سامون ایر خاطر رسان کرده است که مسافران به فدراسیون روسیه سفر کننده به استثنای شهروندان روسیه باید شهادتنامه PCR تست را با نتیجه منفی سنجش کووید 19 که دوام 48 ساعت پیش از وارد شدن به قلمرو روسیه داده شده است پیشنهاد نمایند. از 15 مارس سال 2022 ورود مسافران از کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به قلمرو تاجیکستان با پیشنهاد گواهینامه واکسیناسیون اجازه داده شده است. در حالت نداشتن گواهینامه واکسیناسیون پره و یا قسما مسافران باید شهادتنامه گذشتن PCR تست را با نتیجه منفی سنجش کووید 19 که به مهلت 72 ساعت اعتبار دارد پیشنهاد نمایند. کودکان تا سن 3 ساله از پیشنهاد PCR تست آزاد می باشند.